خب سلام رفقا، بازی لیورپول در مقابل برایتون در F35 الان ما FC رو بازی کنیم. حالا فرصت خود آلیسون بکر. اگر دوستین از این ویدیو ها براتون بزنم حتما بگید کامنت. حالا حمله پاس عالی برای چه موقعیتی میتونه ضربه بزنه که میگیره در زمان سیوی انجام میده. This is the lineup for the visitors. Yeah, it looks like a 4-3-3 and I think in midfield they'll have one team. یا خدا چه پاسی، یا خدا. گل خوبی زد. Well, we can see here again sometimes you just have to go move on. They react quickly. این برای گل زنی، ممکن برای گل بزنیم یا خیر. سوباسلای برای داروین نونیز. صلاح نمیرسه، نفر برایتون نمیذارن. میتوما دوست کنم ژاپنی آلوز خداشو فندایک جلوشو میگیره. سوباسلای داروین آل حالا یه فرصت دیگه، موقعیت میتونه گل کنه اینش. نه باز جای چی داریم. صبر کن، نظاره رد نشن. حالا حمله تیمون یه بار دیگه، حمله خود لوئیس دیاز. دفاع جا نمیدونه. لعنتی خوب دارم تیم اداره میکنم، مثلا نمیذارن که ما رد بشیم. حالا ضربه رو میخواد بزنه که نمیشه. دمونوکه دیاز نظاره رد شه. مارکو پاسو میده که نشو. این فرصت دیگه دستم شارت نداره، دستم سیری هم خیلی فرصت. حالا برای تیم ما یه بار دیگه خود سوباسلای هم نمیکنه. حالا میتونه گل بزنه. خود داروین دست را چیکار کنم. مثل صحیح و سالمه برایتونیا و بازی سازی برایتونیا. حمله نباید بزنیم، اجازه بدیم چه پاس تونگ سالمی میفرسته. نشد. نه ضربه رو میزنه آلیسون بکر. کناته اگر خواستین بازی اتلتیکوی بنیابو و اتلتیکوی مادرید میزنن، اگر میخواین حتما لایکش کنید. اصلا نمیخواد، اصلا یک چند تا لایک بکنید، اصلا میخواین، چون بازی‌ها جذابه، خیلی جذابه. کارت زرد شو به صلاح دادیم. نمیدونم واقعا چرا به صلاح داد. حالا داروین چرا آمد؟ واسه اب نداره. خود به سلام میدیم. سلام خود محمد سلام لوئیس دیاز توی دروازه اولین گل ثمر میرسه. میدونی متاسفانه تو دیلی داره، اینترنت ها هنگ داره، اصلا نمیشه خوب بازی کرد. لگوباک رو 100% تو رو میبینی، لگوباک رو توش میبینی، شاید تو دوربین معلوم نشه.
شانس ما با برایتون افتادیم. حالا یه بار دیگه حمله خود محمد صلاح. یه خیلی بیش از پاس ندی، پاس بدیم یه بار دیگه. حالا آفساید. بله خطرناک نرفته. حالا فرصت نه 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 نه. اگر دوست دارین که از این بازی ها براتون بذارم حتما بگید توی کانال، بگید کسایی که میبینین بگید اگر دوست دارین بذارم، دوست ندارین از فیلم کوتاه همیشگی رو ببینید. حالا خود داروین پاس میرسه برای سلا. کامبک حال کردی، کامبک زدن، کامبک رو باش این که کامبک خوبی زدن، اینقدر خوب بود مثلا با بهترین شکل دروازه رو بازن. اگر دوست دارید بازی مثل فورزا هوریزن یا ردید بازی کنن حتما بهم بگید که بتونم فورزا هم براتون بزنم، چون یکی از بهترین فورزا ماشین ها رو تست درک باش میگیریم. کل با ماشین های مثل بنز، جی کلاس، حالا لامبورگینی، فراری، هر ماشینی دوست بعد بگید تو کامنت ها براتون بزنم. چون حدودا من 2 سال تو یوتیوب هستم که از حدودا بورج‌های حدودا 3-4 ماه میشه که اصلا فعالیت نداشتن، چون که به دلیل که خرابی داشتیم و نشد که بشه. حالا قضیهش فرق می‌کنه. حالا بریم سراغ بازی نیمه یک دوم بازی برایتون در مقابل لیورپول. خیلی خوب، حالا حمله خود محمد صلاح، حالا خود محمد صلاح یه بار دیگه. یا اول فرد دستان این توپ رو داریم خوب این دقیقات داریم بازی میکنه. فان دایک، رابرتسون، سوبوسلای، مرکز کیمین، خود محمد صلاح تو عقب. نه بهتره که حالا بریم سراغ بازی بعدی که اگر خواستینم میتونم برم بازی بعدی رو بازی کنم، ولی خب بازی بعدی رو بازی اتلتیکو و اتلتیکو مادرید رو در ویدیوی بعدی میذارم که اول این رو میذارم ببین اگر خواستین بعد اون رو میذارم. خیلی داریم بعد بازی می‌کنیم دقیقات. حالا یه بار دیگه هم تیم برایتون خطرناکه ولی میگیره. حالا حمله یه بار دیگه. محمد صلاح، آرنولد، حالا سوبوسلای. اگر هم دوست این بازی بارسلونا و رئال مادرید بزنن حتما بگید تو کامنت ها بگید که چه تیمی با چه تیمی بازی کنیم. اگر حالا آفلاین یا چرا آنلاین، حالا آفلاین فرق نمیکنه، من هر کدومشون یک آنلاین اگه بگی باز قضیهش فرق کنه. حالا آی خدا چه میتوما. حالا خودش یه بار دیگه بازی 2-1 فعلا خدا شکر. حالا اینجا رو نگاه یه بار دیگه خطا. نه تو خدا نه. حالا یه بار دیگه حمله سوبوسلای گل نشد که بشیم. کار رو برای تیم لیورپول تموم کنیم. ابراهیم کناته راه میرسه و توپ رو مال خود میکنه. حالا خود
لوئیس دیاز. اشتباهات دارن خیلی زیاد میشن. حالا حمله تیم، حالا خود نونیز، محمد صلاح کارت زدن گرفته. محمد صلاح نمیذارن کورنر بره یا موسی جعفر. اوانتاژ گرفته میشه. پاس دیگه برای تیم جای حالا نونیز کار دارم کنم. وای اول حمله تیم. حالا کناته از راه میرسه. لیورپول این دقیقا خیلی خوب داره بازی میکنه. اگه بتونه گل بزنه خیلی خوب. چقدر خیلی تو دل رو میره. اگر هم خواستی از این فوتبال هم براتون بزنم، هم بذار وایسا واسم جواب باشه. اگه خواستی از این فوتبال هم براتون بزنم حتما هم بگید. این فوتبال 25 یا اگر خواستید 26 هم براتون میزنم، ولی خب 26 دیدن یه ما دیگه میتونم براتون بزنم. الان 25 اگه خواستید بگید براتون هم بزنم این فوتبال. حالا Well, they've worked so hard to be in front here, and that's been recognised by the supporters. They just need to hold on now. There's not long left. یه بار دیگه داروین وای اول فصل. خیلی خوب بازی داره که حساس پیش میره. یه بار دیگه فندای رد میشه. ماست رو رد رفت. در این لحظه احتمال گل خوردن نمون هست. باز هم توپ رو لون میده. کشیدم پایین. دقیقه 90 که حالا یه بار دیگه آلیسون بکر. بازی 2-2 دقیقه 91 آخرش شد. حالا بازی تمام شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.